سلام به دوستای خوب کانال آذرهوم. اگه شما هم از غذای تکراری خسته شدی پس بیا بهت یه غذای راحت و آسون و خوشمزه و بی‌نظیر یاد بدم که دیگه همیشه جز برنامه‌های غذاییت باشه تا درستش کنی. این غذای خوشمزه اسمش کوکوی برگ سیره. یکی از سبکای کوکوهاییه که آذرهوم درست میکنه. خوشحال میشم با من همراه باشی ببینی چجوری این غذای خوشمزه رو درست کردم. بریم که باقی آموزش رو ببینیم. فقط قبلش یادت باشه که باید اون قلب کوچیک بیرنگ و قرمزش کنی، منو به دوستاتم معرفی کنی، یادت نره سابسکرایب کنی. من خوشحال میشم از حمایت و نظر و کامنتی که برای من میذاری. ایده‌های تو برای من یه پیشنهادهای عالیه که بتونم یه محتوای بهتری رو برای شما ارائه بدم. مرسی که با من هستین. دوستتون دارم دوستای خوبم. از هر جای دنیا که هستین یلداتونم مبارک باشه، برکت باشه برای همتون. خب امروز خیلی اتفاقی دیدم که یک ماشینی اومده جلوی در خونه میگه برگ سیر محلی. منم که عاشق اینجور کارا فورا خریدم و دارم الان میشورمش. من 2 تا بسته رو دوستای گلم برداشتم. دارین میبینین که دارم میشورمش و خوردش میکنم. میتونین بعد از اینکه خوردشم کردین ریز دوباره توی یه ظرفی بریزین بشورینش که خورد شده راحت ترم شسته میشه اتفاقا. بعد دوباره آبکشش کنین. این غذا فوق‌العاده خوشمزه، فوق‌العاده راحته و در زمان خیلی کمی آماده میشه عزیزای من. خب دوستای گلم یه مقدار که قشنگ گذاشتم آبش تکید دیگه برگ سیرامو خورد میکنم. حالا شما دوست داری ریزتر خوردش کن، هر اندازه که دلت میخواد میتونی خوردش کنی به اندازه دلخواهت. من ترجیح میدم یه مقدار درشتر باشه، زیاد ریز خوشم نمیاد. همه برگ سیرامون رو به همین منوال خورد میکنیم. خب دوستای خوبم دیگه کاملا خورد شد. من مرغایی که پخته بودم و ریش کرده بودم اونا رو میریزم داخل خود برگ سیرم.
من مرغمو با یه دونه پیاز گذاشتم نمک و فلفل و زردچوبه بپزه. وقتی پخت ریش ریشش کردم. من بهش 7 تا تخم مرغ زدم. تخم مرغمون رو یه مقدار بیشتر میزنیم به خاطر اینکه باید پف کنه، عین کیک باید بشه این غذا. و نگران این نباشید اصلا خشک نمیشه به خاطر اینکه برگ سیر ما آب داره و سبزیش کاملا آب داره. وقتی که 7 تا تخم مرغم داری میزنی این پف میکنه میاد بالا، ولی وقتی میخوری خشک نیست، اصلا اذیتت نمیکنه، فوق العاده لذیذ و خوشمزه است این غذا. دوستان حتما امتحان کنین، واقعا خوشمزه. به اندازه کافی نمک و فلفل، کمی زردچوبه بهش میزنم. سعی کنین دوستای گلم آروم هم بزنینش، ما نمیخوایم تخم مرغمون کف کنه. حالت دبرانی هم میزنیم، خیلی آروم، نمیخوایم موادمونم له بشه، پس آروم هم میزنیم. واقعا عطر سیر عطر بهشته. من باید درست کنین متوجه بشین چی میگم. حالا ما شمالیا، ما رشتیا، این الان یکی از سبکاه دقیقا همین شکل به جای مرغ اشبل ماهی سفید یا کپور رو میریزیم که فوق العاده اسمش اشبل کوکویی که فوق العاده خوشمزه است. خب برنجمو که من خیس کرده بودم گذاشتم که به قول بیاد برای دمی. یه مقدار خیلی کم روغن میریزم توی قابلمه، چون پف زیاد میکنه ترجیح دادم تو قابلمه بذارم. یه مقدار خیلی کمم روغن میریزم به برنجم. دوستای گلم این قشنگ برای 2 روز نهار کافیه، برای یه خانواده 3 نفره یا 4 نفره. درش میذاریم تا قشنگ بپزه، مغز پز بشه. میبینین که من بعد از 10 دقیقه عزیزان من دیگه اینجا دیگه من کوکوم سفت شده برمیگردونم و یه 5 دقیقه 10 دقیقه هم میذارم اون طرفش، درش میذارم سرخ بشه به اندازه‌ای که میخوام. بعدش دیگه کوکوی من آماده است، فوق العاده خوشمزه و عالی و بی‌نظیره. حتما آب نارنج روش بریزین، خیلی خوشمزه. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این آموزشم. منو حتما به دوستانتون معرفی کنین، سابسکرایب یادتون نره، حمایت فراموش نشه. دوستتون دارم، تا بعد، خدا نگهدار.